راجب دکتر قلابی حرف بزن. توی یه چک میکنی زیادش مثل وحشیا به همه داره میپره. من زنگ بزن، منو تهدید کن، قرار دعواتم با من بذار. دکتر پژمان تو لایو جدیدش با طناز یه سری ادعاهای خیلی بزرگی کرده که متاسفانه میتونه براش گرون تموم بشه. پژمان گفته که مادر نگار در اصفهان یه بیزینس غیر قانونی داره. نگار هم به این قضیه واکنش نشون داده و تهدید به پیگیری کرده. ببینیم با هم. ارشاد دوست خیلی خوبه منه، من خیلی دوستش دارم، اون موقعم خیلی دوستش داشتم، به اون حق میدم. حالا با توجه به گفته‌های خودش از یه قشر زحمتکش جامعه است اومده، شاید به خاطر اینکه بخواد دستاوردهای بیشتری داشته باشه توی بازی قرار میگیره، حق داره، من بهش این حقو میدم. و بعد از اون هم دیگه خیلی در مورد مسائل دیگه دروغ نگفت. اما اون هم بازیچه دست نگاری واقع شد که از شاهین شهر که مادر نگار، الان من دارم در مورد اون بیزینسی که داره، امیدوارم که بیزینس حلال باشه، دارم تحقیق میکنم از بچهای ایران، از بچهای اون خانومی که اون وسط نشسته، تمام اینا رو از ماها پیش برنامه‌ریزی کرده بوده. حالا شمایی که مامانت خودشون فکر می‌کنم توی شاهین شهر اصفهان بیزینس غیر قانونی عجیبی دارن که دنبال پرونده ایشون هم هستم، یعنی فکر نمی‌کنم خیلی این پولا براش پولی باشه، ولی خب دیگه جالبی که داره نگاه میاد میگه من اصلا نمیخوام در مورد اینجوری اونجوری. این دختر خوب، این چیزا دیگه خیلی که حنای شما رنگی نداره و مشخص شده چه جوری این کارا رو کردی، چه جوری داری میکنی. اونجا هم که شما اومدی این بازی رو انداخته بودی که 1 ماه، من جدیداً دارم میفهمم 1 ماه 2 ماه قبل از این تو جلسات تو با دوستات و کسایی که قرار بوده مثل اون مرد ملعون مترجم دوزاری، تمام اینا رو با هم دیگه اوکی کرده بودید، آدماتون رو جمع کرده بودید به خاطر یه قرون دوزاری که حالا بیاد زمانی که تونستی و فهمیدی میتونی یه کاری بکنی کردی، زورت نرسید. الان هم اگه یه گوشه نشستی مشخص میشه در انتها، من نمیخوام اسپویل کنم، همه رو دونه دونه میریم جلو صحبت میکنیم. من این بار استخر نشسته بودم، بهار برمیگرده به مهرادی که تازه ورود کرده میگه که رای بده دکتر. مهراد حالا من نمیدونم میخواد اصلا در مورد این موضوع صحبت کنه، تکذیب کنه، تایید کنه، توی لایو که در موردش صحبت کنه. آره به خودش ربط داره، چیزی که من دیدم و دارم میگم. میخوام بهتون بگم اینجا بود که من فهمیدم، یعنی دقیقاً توی قسمت 51 100 قسمته، یعنی دقیقاً وسط بازی من تازه فهمیدم که یه اتفاقایی داره میفته. اینجوری نیست که یه مش بچه کوچولو اومدن و دارن نسبت به اون جایزه حساسن یا میخوان مثلا معروف بشن. من دیدم یه آدمای عجیبی در کنار من قرار گرفتن که حتی یه جایی به خودم اومدم گفتم بابا تو 42 سالت، 20 خورده سال ادعات میشده آقا همه چی میفهمی، چه جوری نفهمیدی تو این آزار و اذیتی که محبوب ترانه رو انجام میداد. ولی اینم ناگفته نماند، ترانه خودش هم دوست داره، یعنی خودش یه سری آدم خود آزاره، لذت میبرن از این اتفاقه. ولی به هر صورت من میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که همه اینا رو زودتر از هر چیزی که شما فکر کنید 2 ماه 3 ماه دیگه همه چی مشخص میشه. کاری انجام بدم که ندونم دارم چیکار میکنم، ولی اگر پامو گذاشتم توی این ماجرا خیلی 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 بزرگتر از این حرف هاست و پیگیرم شدید. منم همینطور، چون اجازه نمیدم کسی به فن پیج که مثل خانواده منو توهین کنه و این یعنی علم جنگ واسه من ساکت اون خانوم معلوم الحالی که هممون میدونستیم اوضاعش چجوریه، وقتی که با محبود کات میکنه میاد یه لایو استریم میذاره توی تلگرام و شروع میکنه عشق بازی با یه پسر توی لایو تلگرامش و معلوم نیست که پشت اون گوشی یه دختر یا یه پسر 10 ساله است یا یه خانوم 60-70 ساله و شروع میکنه به فحاشی، شروع میکنه به میک لاف کردن و خوابیدن با پسره و اینجوریه که مخاطبا میگن بسته ترانه تمومش کن که ایشون دیگه قطع میکنه، وگرنه داشته ادامه میداده و خیلی مشخص روی جنس بوده که من الان ویدیوهاشو دارم که اصلا یه چیز
افتضاحیه. من نمیدونم اینا با چه اجازه‌ای به چه حقی میان با مردم اینجوری بازی میکنن. یه بچه‌ای که هنوز ذهنش شکل نگرفته، هنوز بالغ نشده، تحت تاثیر اینا قرار میگیره. و یه جمله آخری من میخوام به مهبد بگم و مثلا با جرأت یا اینا به من زنگ بزن، منو تهدید کن، قرار دعواتم با من بذار. اگه با فن پیجای من مشکل داری پس یعنی با من مشکل داری. به من زنگ بزن، منو تهدید کن، میام سر قرار دعوا، میخوای کتکم بخوری بخور، میخوایم بزنی وای میسم بزن، ولی جرأت نمیدم بهت، این حقو بهت نمیدم که بخوای به کسی که فقط اومده 2 تا استوری از من بذاره فلان کنه اینجوری بخوای توهین کنی. هیچ جای دنیا این حقو به تو نمیدن، منم نمیدم. و همین الان میگم اگه حرفی چیزی در مورد من میخوای بزنی به خود من بزن، حق نداری دیگه با فن پیجای من بدرفتاری کنی، تهدید کنی یا هر چیزی. ببینم شکایت میکنم ازت و میدونی که پیگرد قانونی داره، اونم داخل استانبولی که ایران نیست که بگیم ول کن این پیگیری نمیکنه اینجوری میخوان بگرد. نه، اینجا پیگیری میکنن، اونجا هم پیگیری میکنن، اینجا هم پیگیری میکنن و دقیقاً اینجایی که ما غریبیم، توی یه کشور غریبیم و خودت میدونی چی. به فاصله میریم سراغ لایو جدید علی. لایو علی به همون اندازه که جنجالی و پر از صحبت‌های آنچنانیه با مزه هم هست. حالا خودتون ببینید. مثلا یارو اسمش هم دیگه حتی تو لایوام نمیخوام بیارم، زیگیل تناسلیه رو میگم. همش داری اینجوری یکی رو گذاشتی به موهات چسبونده، یکی رو اینجوری داره اون شپش داری در میاری از تو موهات. چی کار داری میکنی؟ شبیه لوستر بودی اومدی خودتو یه جا بعد میشینید راجع به من صحبت میکنید. علی هم بیماری ADHD داره. اسکل ADHD بیماری نیست. نمیدونم چجوری بفهمه. من اصلا عشق میکنم با اینکه ADHD دارم. یارو شپشاشو بعد یه میمون واسش بگیرم شپشاشو در بیار اینجوری. سیاوش مثل وحشیا به همه داره میپره. چرا به اون کارت نمیدید؟ چرا یه اخطار به سیاوش نمیدید؟ مال ما خار داشت. علی وقتی داد زد هیچ دستشو رو کسی بلند نکرد. ماروخ مثل حیوان اومد زد تو سینه های من. چرا بهش اخطار ندادید؟ سیاوش زد تو صورت ترانه. چرا بهش اخطار ندادید؟ سیاوش انقدر دعوا کرد. چرا بهش اخطار؟ راجب دکتر قلابی حرف بزن. توی یه چک میکنی، توی یه یوتیوب میزنی، توی یه گوگل میزنی، هیچی در نمیاد ازت. شماره منم برداشتید دادید به این و اون، دارن به من زنگ میزنن، عمن تعریف میکنن تو پسر خوبی هستی. یه دانشگاهی هستش، رئیس این دانشگاه میخواد راجع به شما تحلیلتون کنه. خب و تو اصلا مشکل روانی نداری، تو پسر خوبی هستی. یه پسر میگه تو به تو چرا؟ بعد تناز برگشته گفته من صدای علی رو شنیدم. من خیلی دی جی دیدم، من خیلی خواننده دیدم. کجا دیدی؟ تو تخت؟ کجا دیدی؟ تو اتاق؟ کجا دیدی دقیقا؟ بگو بدونیم. یه دونه دوست پسر داشتی باش رفتی ویدیو زدی، اونم تمام. کجا دیدی؟ من خیلی دیدم. مهبد بلد نیست دی جی پلی کنه. بابا مهبد تو 20 پلتفرم فعاله، قرارداد دارن باهاش. من خودم با 10 تا جایی که شما میرید تبلیغاتشو میکنید، خب به من دلارها داده که براش پروژه. من چی میگی؟ چی میزنید؟ بعد آف کورس که من حولم، آف کورس که هستید دیگه، آف کورس که به درد نخورید، آف کورس که هیچ کدومتون اینجا بالای 5 سال قدمت ندارید، آف کورس که هیچ کدومتون یه ماشین، یه موتور، یه خونه درست حسابی ندارید، آف کورس که تو حسابای بانکیتون هیچ پول نیست، میخواید برید بیرون با مترو میرید، آف کورس که باید برینم بهتون یه سری جاها. خوبه اینا رو میشنوید قشنگ هست. خودم با ترانه اصلا صحبتی نمیکنم، ولی این کاملا دروغه که اومدن گفتن مهبد و ترانه با هم قبل میشناختن همو اصلا اومدن اینجا چیز کردن، چی میگن، دست به یکی کردن. اصلا این دروغه. مهبد و ترانه اصلا همو دیگه رو میشناختن بیرون. خب قرار بوده حتی بذار داستان آشناییشون رو من بگم، دخالت دارم میکنم از جفتشون هم میخوام، ولی داستان اینجا بوده که حالا مهبد می‌خواسته یه خونه ای رو اجاره بده، خونه‌شو به کسی، ترانه زنگ زد و اینا با هم اینجوری همو میشناختن، ولی نیومدن اصلا بگن که بیا بریم تو این برنامه. اصلا نمیدونستن قراره این برنامه همو بگم تو عشق ابدی. سیاوش ایکس و ایگرگ، حالا نمیخوام اسم بیارم، گفتن که وای تو اینجوری بیا فالوت کنیم، فالو کردن.
بعد که از برنامه عشق ابدی دیدن نه متن جای گزیدن نیست، پا ندادم بهشون، منو آنفالو کردن. آخه میخوام بهتون اینو بگم، تولید محتوایی که میکنید و دیدید توجه کردید بهش، مثلا سیاوش ته سیاوش، خب این چی تشی بود؟ اگه مدلی بیاید 2 تا برند تو معرفی کن ما ببینیم لطفاً. عشق ابدی من به این خانم موزیک میفرستادم، دوست پسرش میگفت هوای اینو داشته باش، گناه داره تو موزیکی جاش نمیتونه موزیک کاری بکنه، بیا کمکش کن. توی برنامه منو دید 4 چرخاش رفته بود بالا، من عاشق موزیسینم، من خیلی موزیسین دوست دارم. بعد اومد عصبی میکرد. اصلا شما دقت کنید برنامه رو، قسمت اول برنامه رو نگاه کنید، ماروخ عصبی میکرد، من دیگه اون عصبالم کلا خراب شد. پشمک. الان نباید پژمان بیاد به مادر کسی توهین کنه، الان نباید پژمان بیاد شورت یکیو بذاره، اینا زشته. و بعدش هم نباید مثلا من میام الان یه لایو حرف میزنم، خب بعد زنگ میزنن به من میگن اینجوری اونجوری، زنگ میزنن علی پژمان دوستت داره برادرت. آقا من نمیخوام، آقا ممنونم، ما خودمون یه قندون داداش داریم، من نمیخوام کسی داداش من باشه برادرم باشه، من میخوام آدما دور روی تناز، روی شاهین، روی سیاوش، اینا واقعا روشون مدیریت شده بوده انگار، یه جوری اومدن تو برنامه. بعد اون زیگیل تناسلی اون یکی بعد میام آف کورس که ما اینه، آف کورس که شما به درد نخورید، آف کورس که شما حولید. سیاوش اوب داره. اینا توی عشق ابدی که من رفتم 217 کا فالوور داره. من کسخل مسخلم، من عصبی ام. تو از کجا فهمیدی من عصبی نیستم؟ من عصبی ام، من عصبالم میگم میزنه به دستبالم خیلی جا. شماره منم برداشتید دادید به این و اون، دارن به من زنگ میزنن، من تعریف میکنن تو پسر خوبی هستی، یه دانشگاهی هستش رئیس این دانشگاه میخواد راجع به شما تحلیلتون کنه، خب و تو اصلا مشکل روانی نداری، تو پسر خوبی هستی. یه پسر میگه تو به تو چه ربطی داره؟ اسمت هم نمیارم الان خراب بشی، مشکل روانی تو داری با خانواده کسخل که بعد میای به یکی که نمیشناسیش وایس میدی این حرفا رو میزنی. من ثابت شدم واسه خودم و خانواده‌ام، واسه خانواده‌ای که دورم تشکیل دادم، واسه پروژه‌ای که دارم میسازم، من ثابت شدم. یه قضیه هم وجود داره به این ترتیب که تو بخشی از قسمت 51 سیاوش به صورت کمی غیرعادی در حال کنترل بقیه بچه‌ها و به تعبیر بیننده ها در حال تحریک بقیه برای دعوا کردن و جذابیت بخشیدن به برنامه هست. با وایرال شدن این بخش از برنامه، تئوری سناریو بودن کل برنامه عشق ابدی بین بیننده ها قوت گرفته. اون یه بخش رو با هم ببینیم، شما هم نظرتون رو بگید. به من میگه که من واقعا پرام ریخته، تو چطوری تونستی با این آدم 3-4 سال دوست باشی؟ ماهرخ